سلام. برنامه امشب رو با یه فلش بک موشکافانه شروع میکنیم. رفقا شما این خبر رو یادتون میاد؟ با اعلام کاندیداتوری آیت الله مهدوی کنی برای ریاست مجلس خبرگان، آیت الله هاشمی رفسنجانی همانطور که در نطق خود تصریح کرده بود، از کاندیداتوری انصراف داد و رأیگیری برگزار شد. خبرگان ملت هم با 63 رأی آیت الله مهدوی کنی را برای 2 سال به ریاست مجلس خبرگان رهبری برگزیدند. بله، اینجوری بود که 3 سال پیش علی گدا با یه عجی مجی لاترجی بصیرت مدارانه رفیق 50 ساله بی بصیرتش رو قیچی کرد و انداخت تو سد زباله. بعدم همه جوره طرف و کوبید تا جایی که نوچه‌هاش تو تیبیریش شعار مرگ بر رفسنجانی هم دادن. من یک نسل سومی هستم، درسته که انقلاب و جنگ رو ندیدم، ولی اومدم بگم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، درود بر آقا امام سید علی خامنه‌ای و مرگ بر هاشمی رفسنجانی. حالا در هر صورت اگر اجازه بدین دوستان ما در اوج احساسات خودشون هستن. حالا بعد از گذشت 3 سال از اون قضایا خیلی چیزا عوض شده. حالا زهر تا فیا خالدون جسم ناقص عظما رفته و کوسه ای که از در رفته بود بیرون حالا از پنجره برگشته و این دفعه چنگ انداخته واسه قلومبا کردن چی؟ ریاست خبرگان. اینجاست که دایناسورای باند علی گدا فیوز پروندن و شروع کردن به داد و هوار. آی داد وای هوار. همه اعضای خبرگان را تایید صلاحیت نمی کنیم. شورای نگهبان مراقب است تا نامزدها آدم بی پدر و مادری نباشند. یک کسی را از اینهایی که هنوز هم عضو مجلس خبرگان است آقایان اعضای خبرگان تصمیم گرفتند کنارش بگذارند. ممکن است ما هم اگر این دفعه بخواهد او عضو شود جلوی او بایستیم. این یکی همه آدرسای کوسه رو داد اما روش نشد اسمشو ببره. اما دایناسور کپک زده خبرگان یا همون آخون خزعلی معروف تعارف معارف و کنار میذاره و اصل داستان رو میکنه. آیت الله مصباح یزدی و جنتی نخواهند گذاشت که برنامه هاشمی در مجلس خبرگان اجرایی شود. کسی که فتنه‌گران به او تمایل دارند نمیتواند ریاست را بگیرد. اگر هم خدای ناکرده کسی حرف خلافی بزند هستند کسانی که جواب او را بدهند و جلویش را بگیرند. به این میگن امتداد شکاف از عمق استراتژیک نظام تا کله اما به پیچ ولایت. کوسه از یه طرف با دنبش که شیخ فری باشه داره تو دولت و سیستم اجرایی جلو میده، از اون طرف هم خیز برداشته تا از راه خبرگان بره واسه امامه عظما. از اونجایی که تیغ ولایت زور جراحی دوباره کوسه رو نداره، تنها کاری که واسهش مونده تیر کردن نوچه‌هاش واسه اینجور لودگی هاست. توی این شرایط میبینیم که توی جبهه پسرم دخترم اومدن نیرو با همون لباس و شلوار ماماندوز با تیرکمون با تفنگ بادی با ماشین شخصی با بیل و کلنگ ریختن توی جبهه قضیه رو جمع کردن. یعنی اینکه ما طرحی داشتیم آقای حاج آقا خاطره ارائه گفته بودش که ما یه طرح استراتژی داشتیم تو شارجبر که اینجا جلوگاه دشمن بگیریم. از اون خاطراتی که هر شب نقل میکنن که من یادمه که یعنی که راجبه این چیزم گفتن که امام منو خواست اینا راجبه این مسی بازی کنه موزد کرده بود امام جواد داشته به امام گور بگورید بگو جای مسی حاجی خاطره رو بگیره، چون اگه حاجی خاطره مجلس خبرگان رو بگیره اون وقت کار به جای باریک میکشه و دیگه هیچکی نیست که امامه عظما رو بگیره. عجب زهر شکافنده‌ای خوردین سیدعلی، لامصب تا ولی فقیه دراز نکنه وای نمیشه. رقصای داغ و شفا